مقداری کامپرشن انجام میدم براش، یه مقداری ترکشن و حالا یه سری تکنیک ها رو مثل تکنیک های فشاری دورانی یا تکنیک هایی که پالمار نیدینگ رو مثلا براش انجام میدم. سعی میکنم یه کاری کنم که این گرما یه مقداری نفوذ کنه به بافتش. خب قرارم نیست که فقط یک بار این کار رو انجام بدیم. یک چیزی که بهتون بگم اینه که اولا که ما ماساژی به اسم ماساژ حوله آتش برای مدت نیم ساعت یک ساعت نداریم، چون خیلی سخته و تقریبا از تحمل فردم خارجی. بخوای یه ساعت نیم ساعت اینجوری آتیش بزنی هی در واقع ماساژش بدید، 2-3 بار این کار رو انجام میدین. بهتر ترکیب باشه با ماساژ سوئدیتون، انتهای ماساژتون مثلا این کارو انجام بدید. آتیش ما رو اغنا نکرد. الان دوباره کم بود. میخوام قشنگ شعله ور شه از پایین تا بالا. قبول داریم و طولانی. مقصود هم باشه میخوریم ما آدم خاری. احرار رو بس دیگه احرار لازم نداریم. فردا که دیگه کلا نمیاد، هیچکی نمیاد. نه الکلش 96% نیست، الکل 70%. میکروفونم دارم حرف میزنم. برید اینجا شعلهش باید بلند شه بیاد تا اینجا الو. اونو درستش میکنم. خب بیا این دفعه خوب شد. این دفعه دیگه بهتر شد. حالا مثلا اگه من بخوام نمایشش کنم ببین اینجوری هم میتونم بکنم، ولی دیگه داره خیلی داغ میشه. درسته؟ جمعش چی؟ درستش میکنم الان میفهمم. نه آقای دکتر، نه من میترسم. بیا راست. بیا حالا با وسط کمتر. آره نه آقای الان من قشنگ دست خودم، اصلا دست خودم، آره دست بزنی قشنگ داغه تا 3 بار، 2 بار 3 بار 4 بارم من میتونم این آتیش های دوباره انجام بدم، ولی دیگه بیشتر از اون ممکنه باعث. چرا اونجوری هم میتونید 2 تا حوله داشته باشین، یا اینکه با همین حولتون یه جوری تنظیمش کنید که بتونید نصفشو برگردونید. چرا 2 تا حوله روی صورت هم میشه بندازیم، ولی خیلی باید بزن که الکلش خوش نشه. فندک کو بده من تو فقط فندک رو بزن. خیلی خطرناک کار کردن باهات. بزن کبریت رو بزن. کجاش نپخته بود؟ طولانی نشه بسوزه برش کرد. حالا دفعه آخری که دیگه میخواین جمع کنین میتونین تکنیکای تپوتمنت هم براش انجام بدین، ولی این گرما رو توی حوله که هست وقتی حوله رو برمیگردونی قشنگ اجازه بده بره به بدنش برسه، عضلاتش قشنگ گرم بشه، داغ بشه که گرفتگیاش برطرف بشه. باشه رو باشه. الان نفس می‌کشی؟ رطوبتش خوبه هنوز. قرار سالمی؟ خوبی؟ حالا یه نکته احتیاطی داره بچه‌ها. این چیه؟